Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahیم. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 57م مهندسی جهل راهمون رو ادامه میدیم. دیروز با یه بخش دیگری، با یه جنبه و ساحه دیگری از مهندسی جهل آشنا شدم. وقتی که اون 4-5 کتاب رو دانلود کردم و بر اساس تصادف اومدم و دیوان سلطان سلیمان قانونی رو به عنوان اینکه اولین کتاب در این ردیف هستش انتخاب کردم که بخونم، با خودم داشتم فکر میکردم که هم در پیش دوستان ترک و هم در پیش دشمنان ترک ها یعنی فارس ها شرمنده خواهیم شد، چرا که شنیده ایم و باور کرده ایم که کتاب حضرت سلیمان، دیوان اشعارش و حتی در سریال اون محتشم یوزیل هم دیدیم که این سلطان بزرگ ترک به فارسی شعر میگه و خب ما اومدیم دیوان ایشون رو باز بکنیم. من با این توجه با این در درونم بین خودم جنگ بود که من این کتاب رو باز کنم آبرومون میره و بعد گفتم حالا باز کنم، از داخل این دیوان یکی دو بیت ترکی پیدا میکنم بگم که آقا ترکی هم گفته. و از اون طرف هم یه عده در ایران هی دارن هر روز تو بوق و کرنا و رادیو و تلویزیون و نمیدونم مثلا مصاحبه ها و نمیدونم گفتگوهای علمی و سمینارها و کنفرانس ها و اینها، منبر و مسجد و اینها، دانشگاه و مدرسه و فلان دارن میگن آقا زبان رسمی دربار عثمانی فارسی بوده و ببینید این عثمانی ها به فارسی گفتند و نوشتند و از این حرف. خیلی دودل بودم، گفتم بالاخره باز بکنیم ببینیم که این چی گفته اصلا. بعد کتاب رو باز کردیم دیدیم این کتاب 200 خورده 270 صفحه است و گفتیم دل به دریا بزنیم اولش رو بخونیم ببینیم چیه. باز کردیم این کتاب ترکیه. گفتیم از هر صفحه، از هر 10 صفحه به طور تصادفی صفحه های 10 رو باز کنیم. اولش یک صفحه رو تلاش کردیم بخونیم برای اینکه این دستنویس بود و خوشنویسی بود و اینا من نمیتونستم بخونم. از این طرف هم به هر حال یه 500 خورده ای سالی از این کتاب میگذره، از این اشعار میگذره، زبان ترکی خیلی تغییر کرده و من با اون زبان ادبی استاندارد علمی بسیار عالی آشنا نیستم. من آشنایی من با زبان ترکی با زبان الکن کوچه و بازاره که در همین حد بخور و نمیر که زنده بمونیم با هم دیگه حرف بزنیم زندگیمون بگذره هستش، نه زبان علمی هست، نه زبان ادبیه، نه زبان استاندارده. هر کسی برای خودش یه لهجه‌ای داره و بر اساس اون میره. کاری هم با لهجه ها ندارم، لهجه ها به نظر من لهجه ها بسیار شیرینه و باید هم باشن. ولی کتاب رو که هر 10 صفحه رو که خوندیم، از هر 10 صفحه یک صفحه رو رفتیم، هم صفحه رو دیدیم هم یه شعر رو، یه شعر حالا 10 مصرعی 5 مصرعی هر چقدر بود اون رو خوندیم و متوجه شدیم که در این صفحه هایی که ما انتخاب کردیم یک شعر، یک بیت، یک مصرع از یک بیت هم فارسی نبود. و تازه متوجه شدم که چقدر این تأثیرات جعلی و ضد انسانی و ضد ترکی فارس ها و ایران در 100 سال در منی که فکر میکنم از سال 1370 یعنی حدود 34-35 ساله که من تقریبا تلاش کردم از این رژیم جداشم، هر روز هم ازش جدا میشم، از اون فکرش و افکارش اینا جدا میشم، علیهش انقلاب کردم، علیهش جنگ اعلام کردم و اینا.
ولی میبینم مقاومت هست در من، باور کردم به اون چیزایی که میگن. خب من برای اولین بار با این همه کتاب خوندم، الان تو این بگیم 57 جلسه که داشتم بیش از 80 کتاب رو از اینجاش و اونجاشو خوندم. هیچ کدوم این اشعار و زندگی نامه ها و علمی و اینا، حتی قرآن، این قدری که این دیوان سلطان سلیمان در من تأثیر کرد، هیچ کدوم تأثیر نکرده بودن. جنبه دیگری از این مهندسی جهل و شستشوی مغزی رو در درون خودم دیدم. متوجه شدم که نه، من هنوز ترک نشدم، من هنوز از فارسا و پانفارسیسم و اون تبلیغاتش و اون دانشگاهش و اون مدرسهش و اینها کنده نشدم و امکان هم نخواهد داشت دوستان. برای که ما با این، نه که من، 6 نسل حدوداً از ترک ها در این سیستم زاده شدن، در این سیستم بزرگ شدن، تربیت شدن، در این سیستم کار و زندگی کردن، در این سیستم مردن و این عقاید و افکار بعضیش به عرف تبدیل شده، به عادت تبدیل شده، به رسم تبدیل شده، به باور، به مثل دینه، به ما چسبیده. به هر حال من خیلی خوشحالم که دیروز در برنامه دیروز با دیوان سلطان سلیمان قانونی آشنا شدم. حتما من این دیوان چاپیش رو پیدا میکنم و یه روزی، حالا نمیدونم الان، یه روزی این کتاب رو شروع میکنم به خوندن از اول تا به آخر، ضبطش میکنم. خب با اجازهتون بریم کتاب بعدی ببینیم که وقتمون و فرصتمون برسه اون رو بخونیم. الان 7 دقیقه است روی این قضیه صحبت میکنم. اسم کتاب هست شاه و گدا مثنوی. در 900 هجری قمری نوشته شده، در 192 کلمه صفحه. 900 الان 446 هست. اینم سال 900 546 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا ببینیم که این کتاب رو چه کسی نوشته، به چه زبانی نوشته. این مثنوی یعنی شعره، یه داستانیه بر اساس شعر. ببینیم که اینجا چی نوشته. حالا این دوباره یه احتمال میدم که اسپانیایی باشه، یه جایی تو اون قضیه ها هستش. سورس گالیکا، حالا این پولیتوکو نشنال دی فرانس، این فرانسه هستش، یه فرانسه هستش، به زبان فرانسه هست. اول با خود کتاب یه جلدشو در 1-2 دقیقه، نه خیلی زیاد، ظاهرا من خیلی وقت میذارم برای اینا، با خود کتاب اول آشنا بشیم. ببینیم این هم جزو کتاب‌های قد بلنده. نگاه کنید، حاشیه طلایی اومده و روی جلد رو میبینید که چرمی هستش. یه نقاشی بوده اینجا که ظاهرا از بین رفته. صفحه داخلش رو میبینیم ترکیک 367 هم شماره کتابه. این نقاشی رو میبینیم که در صفحه 2 صفحه تکرار شده. گفتیم که نوعی از نقاشی و هنر هستش که در عثمانی به وجود اومد احتمالاً و در اونجا گسترش یافت. اینجا یه چیزی زده 1881، احتمالاً این کتاب در اکتبر 24 اکتبر 1881 خریداری شده. این صفحه رو حالا میبینیم اینجا یه صفحه 190 هستش، اینجا 36 هستش. نمیدونم که این قضیه چی هست. حالا این صفحه رو ببین، خیلی خوشخط نوشته شده. اگر این خط باشه میتونم بخونم، اینجا باشه با مشکل مواجه خواهم بود. اینجا یه متن دوباره انگلیسی نوشته شده با 712 تمام شده. این 712 چی هست نمیدونم. خب یه کسی که فرانسه بلده باید بیاد. دوباره این صفحه رو میبینیم که نوشته هایی به این شکل در اونجا هستش. صفحه بعدی هم به همین شکل
اینجا دوباره بنی جانده اوساندوری دوی جفا و یار اولماس چی حالا چی بود نمیدونم. کتابن صاحبی آتون غالاند، آنتون غالاند، این کسی بوده که کتاب رو خریده یا داده نوشتن. آنتونیس گالادینو، احتمالاً گالادینو. حالا این احتمالاً همین کسی که کتابش رو نوشته. اینجا دیگه شعر شروع میشه. ما با این نقاشی در این صفحه اول کتاب مواجهیم و حالا این قسمت همین عکس این قسمت هست دوستان. از هر صفحه جداگانه عکس گرفتن. در کتاب‌های قبلی که خوندیم 2 صفحه رو با هم عکس گرفته بودن، پی دی اف کرد. این هر صفحه رو جداگانه کرده، در نتیجه یه قسمت از صفحه قبلی هم افتاده. اینجا می‌بینیم که مثلا یه قسمت از صفحه قبلی که همینجا بالا این بالا باشه در این صفحه افتاده، ولی خب مهم نیست. اینجا دوباره می‌بینید که حاشیه کتاب رو می‌بینیم. می‌بینید حاشیه داره برای کسی که بخواد یه چیزی بنویسه، اینجا گذاشتن. وسط دور شعر قاب کشیده با خط و وسط مصرعه ها رو با خط دوباره جدا کرده که زیبایی بده و بگه که اینها مصرعه های چیز هستن. خب بریم صفحه. حالا از رنگ قرمز هم دیدیم استفاده کرده. من 1-2 تا دیدم به عنوان احتمالاً تغییر داستان. اینجا مثلا حضرت ابوبکر ساور اولان کرامتی. حالا اینجا در مورد کرامت حضرت ابوبکر یه شعری رو داره میگه که به رنگ دیگه نوشته شده بود. اینجا میبینیم که به لاتین، احتمالاً فرانسه، یه چیزهایی در مورد این قضیه اینجا نوشته. حالا معنیش هستش به فرانسوی یا اینکه داره یا ترجمه هستش یا اینکه داره توضیح میده و اینها نمیدونم. داریم همینطور میریم بالا. اینجا میبینی که دوباره با خط قرمز، رنگ قرمز، دوباره یه چیزی اومده. حالا دوباره من این یک صفحه رو دیدیم که حالا یه رفت، بله دوباره دیدیم اینجا لاتین یه چیزایی نوشته، احتمال میدم که ترجمه باشه. حالا یه چیزی اینجا نوشته دوباره خط کشیده خودش. حالا یکی که فرانسه بلد باشه بتونه این کتاب رو ببینه که اون آدم چی نوشته، خیلی جالب خواهد بود. رفتیم صفحه 135. این کتاب 192 صفحه است. اعتراض شاه. اینجا یه چیز جدیدی هست. اینجا ظاهرا یه کتاب تموم میشه یا یه بخشی از کتاب تموم میشه. تمت الکتاب شاهدا به اون الله الملک الوهاب کتبه الفقیر مذنب المحتاج الى رحمت الله تعالی درویش محمد. اسمشو گذاشته درویش محمد. حالا اینجا یه مهری هم هست. ببینیم این مهر چی هست. اگه بتونیم این مهر رو ببینیم لااقل همین احتمالاً طالب چی احمدشو میتونم بخونم ولی بقیه رو مرتضی یا مرتضی، بله مرتضی ابن احمد واقف طالب این هست. در هر حال یک چنین چیزی اینجا من خوندم. حالا شاید این اطراف هم بشه یه چیزی پیدا کرد، یه آدمی اینجا یا خودش یا یک دیگه اینجا یه چیزایی رو نوشته. سلطان مصطفی، سلطان بایزید، سلطان عثمان، سلطان سنج یا سلنج، سلطان جهانگیر، سلطان عبدالله، سلطان عبدالحی فکر میکنم،
سلطان احمد، سلطان یعقوب، سلطان یوسف، سلطان حسن، سلطان علی شاه یا علمشاه، سلطان گرگور، سلطان حساس، سلطان اصلهان، سلطان داوو، سلطان عمر، سلطان علاءالدین. حالا اینا چی هستن دیگه نمیدونم، باید دید. اینجا هم یه چیزای جدیدی علاوه بر کتاب اینجا یک چیزایی نوشته شده که احتمالا بازم شعر هستش. اینجا هم دوباره شعره، ولی من این خطو قطعا نمیتونم بخونم. برای نمیتونم بخونم یعنی باید تمرین بکنم بخونم، نه اینکه نمیتونم بخونم قطعا نمیتونم تا ابد بخونم، نه، باید به خودم جرأت بدم، تلاش بکنم، زحمت بکشم تا با این خطم عادت بکنم بتونم این رو بخونم. حالا این صفحه های آخر جالب شد برای من، خیلی هم آسیب دیده متاسفانه. اینجا دیگه چیز نیست، شعر نیست. هذا کتاب شاهی گدا صفا و اولا بسیزی بو والغیه کی. حالا اینو بعداً ببینیم میتونیم به این چیز عادت بکنیم، اینو بتونیم بخونیم. دوباره اینجا عزل سلطان احمد خان، اینم یک چیزی در این مایه ها اینجا نوشته شده، جدیده. این معلومه که یک کسی که نمیتونسته عربی بنویسه با حروف ترکی عربی بنویسه تلاش کرده یک چیزی رو بنویسه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره اینجا یه امضا زده. اینجا مهر یک کتابخونه هست، تو فرانسه هستش در هر حال. این هم جلد کتاب هست و دوباره اینجا میبینیم که کتاب رو خیلی از این پشت کتاب عکس گرفته، تمام خیلی کار بزرگی که انجام دادن اینها. ما با اینجا رو میبینیم که کتاب خیلی آسیب دیده. خب به آخر کتاب رسیدیم، برگردیم اول کتاب و ببینیم میتونیم ازش یه چیزایی بخونیم و سر در بیاریم که چی به چی هستش. اینجا یه 36 نوشته شده. گالان چی هستش؟ جمله کشورده bir gözide sensen sedef aleme feride sensen galiba bu hazar dide felek görmedi مساکه بنظر سن ملک. حالا اینو انس و ملک، بنظر انس و ملک. تو غمز فلک ده. حالا اینجا اصل کتاب نیست ولی میشه خوند، نمیشه خوند نیست، باید یکم زحمت بکشیم، یه ذره خم بشیم، کلمونو کج کوله بکنیم که بتونیم این کتاب رو بخونیم. اینجا هم یه چیزایی نوشته شده دیگه، شعره و یا غیر شعر هستش نمیدونم، باید خوند. ولی بریم اصل کتاب رو که داستان. بسم الله سطر ای اولوالالباب oldu miftah قفل باب کتاب. بسم الله خلاصه ای از بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله سطری، سطر بسم الله ای اولوالالباب، صاحبان عقل. الباب صاحبان، حالا ما اینجا الباب خود باب که به معنی در هست، اولوالالباب صاحبان در، یعنی جایگاه، حالا عقل دیگه اینجا حساب میشه. اولدو مفتاح قفل باب کتاب، این قفل کتاب باب کتاب باز شد. حالا نمیخوام معنی بکنم، معنی نمی کنم، همینجوری بخونیم فقط بدونیم که این به چه زبانی نوشته شده.
Dilde yazılsa kera ve nakş rugum, dilde yazılsa nara و کرا و نقش رگوم کشف العین ایله شمس علوم gösterer تیغ و حسن مگال منکر مصطفای روی جلال یا منکر فکر میکنم منکر مصطفی اولادزاخته اولینه هدای دعلم حمد ادلم اولینه حمد ادلم راه نظم او سیفله گدلم buldu o تیغ آیین آسا نور ذکر جلال ایله جلا کشفدن کشی دیده جانی کشفدن کشی دیده جانی gördü ende cemal rahmani Zülcelal olsa تنمئی یا تلکمی الخرات یا خرات این دوتا کلمه رو هم با ت و هم با که نوشته شده نمیدونم که چی میشه خوند زلجلال السا تنمی المرات این مرآت میتونه باشه مرآت نوری روشن عیان ادر ظلمات نوری روشن عیان ادر عیان روشی روزن ادر نوری روشن عیان در ظلمات زین ایدر مهر مقامی سر و مثال زین ادر مهر مقالی سرو مثال جان و دل باغنه açar o nehal nazar ile o satr dilcuya nazar eyle o satr dilcuya süre başında benzer ابرویه oldur اول کلام قدیم آخرینده کلید باب نعیم حالا بریم ببینیم از یه جایی داستان داره. البته تو این علمای اسلامی وقتی میخوان یه داستان یه شعری رو یه چیز رو صحبت بکنن در رابطه با بر اساس اون اعتقادی که وجود دارن اول به خدا و بعد به پیغمبر و بعد به خلفای راشدین و بعد به اگر شیعه باشه به امام ها اظهار از ارادت میکنه و بعد وارد شعر میشه تا اون ایدئولوژی خودشو کاملا به نمایش بذاره. عالم içre panahidur nasun ilmi oldi sönene abbasun oldu مهر حرفی ای خجست خصال پرده شاهدر آن شهر جمال بسم الله اولinde نقطه یا عین علم سوادیدر این حساد چی هست نمیدونم. خب وقتی به چیز میخوریم میگیم خوب و میریم به صفحه دیگه. بریم ببینیم که از داستان از کجا شد. توحید ذوالجلال. حالا تا اینجا یه در رابطه با گفتم اون ایدئولوژیش حرفایی رو زده احتمالاً. حالا اینجا توحید ذوالجلال و الجمال دور چی وصفینده بیان ناطق لال و چی ناخن سپهر و دو تا کمال قدرتنه دال جل جلاله و اما زاله یا چی منت الله کیم او در مولا
Minnet Allah'a kim odur Mola, birdir anun yanında شاه و گدا. دوستان ببینید من برای اولین بار این کتاب رو به دستم گرفتم، ورق نزدم، نمیدونم، با خطش آشنا نیستم، با کلمات، با شعر آشنا، با شعر این شعر آشنا نیستم. باید این چیز رو به من ببخشید، به هر حال دارم تلاش میکنم و این میخوام بدونید که ما بدون زحمت کشیدن نمیتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم یا در یه چیزی یه تخصصی به دست بیاریم. یواش یواش زحمت میکشیم. حالا اگر سری های اول من رو ببینید با الان مقایسه بکنید، میبینید که به هر حال الان یه چیزی میتونم بخونم. قبلا اصلا این خط رو نمیتونستم بخونم. Minnet Allah'a kim odur Mola, birdir anın yanında şah و geda. Neçe dervişi şah اعظم eder, neçe şahi gedای عالم eder. Şah oldur ana azar ani, şah oldur ana azar ani, bu kadar anın zavalı و نقصانی. حمد و شکری او واهب النعمن حمد و شکری او واهب النعمن زبور بدر زبان محترمن. ذکر حمید چن هرگاه اهل توحید سرآمد راه. احتمالا این سرمامد باید باشه، حالا اینجوری نوشته شده ولی من سرآمد راه خوندم. حی قیوم و عالم و علام، حاکم ذوالجلال و الاکرام. قادر بر کمال و رب معین، ناصر بی زوال و وحی مبین. یا همین من مبین میگم، مبین. قدرتünün نمونسی عالم، حکمتünün مثال لوح و قلم. یولج اللیل فی النهار سنه، yeter اظهار قدرت مولا. یولج اللیل فی النهار سنا، yeter اظهار قدرت مولا. قطره بحر لطفی کون و مکان، ذره نور پاکی شمس جهان. O yarattı cihanda her nekvar, oldu her işte fail muhtar. Gazeldir cümle şeyde envari, gizlidir cümle şeyde envari, masavadır نقاب دیداری. ذاتینه نسبت آدمی تا اهل، ذاتینه نسبت علمی تا نااهل. Gayrının ilmine göre cehl. Nur zatinden ardi mehen kemal, oldu zerrat anun sehvul hal. Aciz olur uqul nükteşinas, ایده فرزات ذوالجلال جناس یا خیاس، این دیگه نمیدونم. وارمız günah و وارمız کنه ذات پاکینه راه. وارمız کنه ذات پاکینه راه، عقل و حس آندن ölünmür آگاه. عقل و حس آندن
olan mir آگاه zatini görmek istedi Musa لن ترانی دیو اشیدی ندا فهم طبع سلیم. و حالا اینجا به این قسمت ها تقریبا میتونم بگم که اکثر مصرع ها اشاره به آیات قرآن و اینجور چیز هست. مثلا در اینجا موسی میره به چیز و میگه که من میخوام تو رو ببینم لیطمئن قلبی، میگه که لن ترانی. اینو همینجا داخل شعر آورده. ذاتینی görmek istedi Musa لن ترانی دیو اشیدی ندا فهم طبع سلیم و مرغ خیال açmaz üç اوج داننده پر و بال. حالا اینجا در رابطه با خدا داره توحید رو داره توضیح میده. یه مقدار بریم پایین تر و ببینیم که در چه موضوعهایی حرف میده. الوسط همینجا شروع میکنیم. شاهد وحدتی bu کون و مکان. شاهد وحدتی bu کون و مکان ذکر eder birleni iki cihan. Birliğini iki cihan. Birdir ol, yoktur ana hamta. Birdir ol, yoktur ona hamta. Daldır vahdetine çok دوتا. daldır vahdetine چرخ دوتا. دال میشکنه دیگه، میگه چرخ اون اگه دوتا بشه میشکنه، یعنی نمیتونه همتای خدا باشه. دعوی دین ادنه وحدت ذات شهد الله olur isbat. Onun lütfi kime kim mürşid olur. Onun lütfi kime kim mürşid olur. Alid şur vahdetine ani bulur. Erşur vahdetine ani bulur. Evvelün olidir, ahiri bu yok. Evveli olidir, ahiri yok. Mustafa o menine rahmeti çok. Mustafa ümmetine rahmeti çok. Kimler yani bilse مدام. اینجا رو دیگه خیلی خوش نویسی کرده، نمیتونم. عاقبت ایلر آنه لطفی تمام. دوباره یه چند صفحه بریم پایین تر ببینیم از این. حالا در مورد خدا بود دیگه این قسمت، در مورد توحید و صفات خدا و اینا صحبت میکرد. ببینیم از اینجا. او قاضی الحاجات و مجیب الدعوات و یا یسیر المرادات لی جان مناجات لطیفتر. یا الهی زبون عشق oldum. یا الهی زبون عشق oldum. مبتلای جنون عشق oldum. Bir peri aklimi alıp ciddi cümle halga beni gülünç etti. Bir peri aklimi alıp ciddi cümle halga beni gülünç etti. Köklüm aldı o serv azade. Sayesi gibi kaldım uftade. Ah kim bu hicab zulmani gurdi zulmette şahid cani. Yadış gurdi olacaktı. Gurdi zulmette şahid cani. Vaiz var موقع حجاب ادرم. واعظمار این مغ نمیتونه باشه چون که به شعر نمیخوره. واعظوار
مغد حجاب درم. این نمیدونم چی بوده. ادرم. بذارید ببینیم. واعظوار حجاب درم، می فروشد چغر مدین که درین. می فروشه چغر مدین گدرین. دارین مسجده edip acele. Vardın mescide edip acele. O senem her geçen namaza gele. O senem her geçen namaza gele. Batıl eyler namazı mi her bar. Batıl eyler namazı mi her bar. Mal xulyay mehnet aghyar. Gelse mescide kökülüme anlar. Cirder oldum içine şeytan neyler. حالا اگه بتونیم اینو یه جوری خب امیدوارم که قطع نشده باشه. اوکی. از شعر بریده شدیم. Yardan ağrının ederem. Yardan cah ağrnen gederem. Cah ağyar ile çeng ederem. Öyle vaktide kılır qamet. Kılır qamet. Elirem ben آبکند و به نبت. نمیتونم خیلی خوشخط این. واقف از علم عالم غیب، کاشف سر پر مصحف لاریب. حالا اینجا اول فصبح المقال و ملج الجمال و کریم الخصال و عدیم المثال، شاه رسالت، پناه اولان حبیب اللهن، نعمت منبرلری و مدحت بی نظرleridir ki tefsir pur ve tehrir olunur, tefsir bir ve tehrir olunur. صلوات علیه و سلام. در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستش. واقف راز علم عالم غیب، کاشف سپر مصحف لاریب. من اینو سپر خوندم، احتمالا نیست یه چیزی. کاشف سپهر میخواستم بخونم ولی هی نداره، در نتیجه نمیدونم چی باید بخونم. نکته‌دان رموز ما آوی شاهی عالم مقام او دانی. نکته‌دان رموز ما او داجی. این چی هست میتونیم؟ قانع خان کنز لا یبقا. نه یبقا لا نفسا احتمالا باشه. قانع خان کنز لا نفسا، پادشاه سریر فقر و فنا. یعنی سلطان انبیا آهم،
سبب رحمت بنی آدم. احتمالاً این آهم نیستش، انبیا هم یا انبیا هم، اینجوری، یعنی سلطان انبیا هم سبب رحمت بنی آدم. مصطفی و محمد و محمود، احمد و مرسل و حبیب و دود. 4 اسمند میم ملتوار منتوار. 4 اسمند میم منتوار، قıldı ختم نبوتین اظهار. آنی خلق etti ابتداده خدا. انبیا hep tefeil oldu ana. ظاهرا خاتمه او سرور olur. حالا دیگه من بریم ببینیم داستان از کجا شروع میشه. یه مقدار داستان اینجا هم دوباره، اینجا خطش بهتر شد به نظرم، حالا اینجاها رو میشه خوند. بازم بریم ببینیم کتاب. الان ما با یک داستان روبرو هستیم، داستان به سبک قدیمی که اول ایدئولوژیشو افشا میکنه که من ایدئولوژیم چی هست و این خیلی خوبه. به نظر من با انسان ها بازی نمیکنه، خیلی راحت میگه آقا من مسلمانم، شیعم، سنیم، مذهبم اینه، این عقاید رو دارم. این خیلی عالیه. شما تکلیفتون مشخصه. الان ما در ایران تکلیف نویسنده با خودش مشخص نیست، نمیدونه، خصوصا در میان ترک‌ها و عرب‌ها و بلوچ‌ها و ترکمن و قشقایی و لور و گیلک و مازنی، نمیدونه چیه، نمیدونه میگه آقا من ترکم و فارسم و کردم و عربم. آقا چی که این همه که قاطی نمیشه. تو که عاشق چیز نیستی که، نظری نیستی که هر چیزی هر کسی بیاد. تو ترکیه یه آشی هست به نام آشورا. هر کسی، همسایه ها هر چی بیارن داخل اوناش میریزن، هر چی که قابل پختن و خوردن باشه. اگر نخوردنی باشه، مثلا پول بیارن یا سکه بیارن یا نمیدونم سنگ بیارن، که اینا رو نمیندازن، ولی هر چیزی که قابل خوردن باشه بیارن داخل اوناش میریزن. اسمش هم آشوره است، آشوره. حالا بعضیا در ایران نمیدونه آقا من ترکم یا فارسم، نمیتونه تصمیم بگیره. من ایرانیم یا آذربایجانیم، تصمیم نمیتونه بگیره. و همینجوری هم کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. این گنگی، این گیجی رو به جامعه منتقل میکنن. مشکل ما در اینه که تقیه میکنیم و تقیه بدترین بلای این جامعه است. برای اینکه تا روزی که ما مسلمان ها تقیه نمی کردیم، راهمون مشخص بود، یا کشته میشدیم یا میکشتیم، تموم شد رفت. اگر با یه چیزی روبرو میشدیم، افکارمون همه چیزی مشخص بود، ما باید اینجا چه رفتار بکنیم. الان به قدری گیج شدیم که نمیتونیم تصمیم بگیریم که من کیم، الان اینجا باید چی کار بکنم. از یه طرف میگیم آقا من، بعضیا میگن من ایرانیم، آذربایجانیم، ترکم، آذریم. یه طرف آذربایجان سر ایران است، یه طرف آذربایجان. نه، اینجوری نمیشه. ما باید برسیم به اینجا که الان چرا آمریکا، کانادا یا اروپا رشد کردن؟ واقعیتش اینه که اینها خیلی سریع و راست میگه آقا اینه، و اون کاری که میگه یا اون فکری که میگه اون رو میخواد اجرا بکنه، یا میتونه یا نمیتونه، ولی تلاشش رو میکنه. ولی ما راه این دو، در حیرت موندن، در وسط موندن، در برزخ موندن، باعث شده که ما نفهمیم کجا بریم کجا نریم، در نتیجه همه چیز رو فدای این وضعیت میکنیم. من به نظرم باید برگشت و دوباره به همون اولیه، آقا من اینم، خوشت میاد بیاد، نیاد نیاد.
من نمیتونم برای اینکه دیگران از من خوششون بیاد نقش بازی بکنم. ما الان هممون داریم نقش بازی میکنیم. من وقتی خیلی جوان بودم 15-16 سالم بود دوست داشتم یه روزی یه رمان بنویسم در مورد 1000 رو بودن انسان ها و خود من مثلا فکر میکردم یه رو هم مثلا پشت رو ندارم، به اصطلاح دو چهره ندارم، ولی بعدها دیدم نه، من در هر جایی یه صورتی، یه شخصیتی از خودم نشون میدم که در جای دیگه این نیستم. یعنی من میتونم در هر شرایطی یه شخصیت خاصی باشم که متناسب با اون شرایط عمل بکنم. میخواستم در این باره یه رمان بنویسم. ما متاسفانه هممون به این بیماری گرفتار شدیم در ایران. حضرت ابوبکر رو که حالا ببینیم در مورد ایشون چی گفته. دار دنیایی سن مجال سرور، اولاسن تا مظفر و منصور. دار دنیایی سن مجای سرور، اولاسن تا مظفر و منصور. گدره ایر سو gibi görüp didar. Gedre ir su gibi görüp didar. Yürü tur niyazda turi dur. Tuldi cürmiyle name-i amal. Tuldu cürmiyle name-i amal. نول حالون olursa وقت نشور. این آدم اینجا براش معنی کرده، اینجا به انگلیسی این لغت رو، مثلا نشور رو اینجا معنی کرده، اینجا قبور رو. تگنور ناوک اهل آخر، سنا یتر نشانی اهل قبور. صدق لامت محمد ایسن، صلواتی دلیندن ایلم دور. çare yara riayet eyliye gör. Çare yara riayet eyliyi gör. Ta ki sana muhabbet ede gafur. Oldu Ebubekr efzal ümmet ve aleyhi rivayetel cumhur. Kâne ba'den nebiyyü bitahqiq افضل الخلق عندنا الصدیق. این یه حدیثیه در مورد حضرت ابوبکر صدیق. اول خدای مهین و متعال، ذات پاکنه وردی فضل و کمال. آنه üç yare oldu cümle müti، بارک الله زهی خجسته خصال. احمد یار غار olmuşudur. اول الف قامت و مبارک فال. اول که بالانشین ümmettir، اول isminde ki الف آنه دال. ابوبکر اسمش اول هستش، الف داره، میگه که اون اول، حالا اول که بالانشین امتdir، امت با الف شروع میشه، اول اسمندکی الف آنه دال. الفی که اول اسم ابوبکر هست دال بر اینی که اول امت، بالانشین امته. لفظ نامی üçünden افزونdur. لفظ نامی üçünden افزونdur. فضلنه نول olsa istidlal. سانه افزون دیدesine zinhar. Yıkılıp sakın ölmeye اهل زلال. حالا اینجا دلیل نشار کوتاه، اینجا یه توضیح به چیز هستش و اینجا این طرف هم توضیحاتی رو طرف به فرانسه نوشته. هر بری رکن کعبه دینdir.
asınlı gelme geleme خیال oldu صدیق الافضل اولا رفع الله قدره ابدا رفع الله قدره ابدا. حالا بریم یک جای دیگر. حالا دوباره عمر فاروق، در مورد عمر فاروق هم یه چیزی گفته. Ömer Faruk Hazretlerine صادر olan kerametlerin zikrindedir radıyallahu anh. در مورد کراماتی که از عمر فاروق دیده شده. ای gönül bu gaba به چرخ برین oldu seyl fenada همچو حباب برگ خاطف وش olmayıp خندان برگ خاطف وش olmayıp خندان اغلم اسیاننی misal sahab halun irgi olur ey gafil halun irgi olur ey gafil cermege göre cürmüne göre olur ise azab yürü ile کنامه استغفار yüreği ile ihtimalen yüreği ile kiname istiğfar arifin budur tariqi sevab. Oğu medh Resulü cismini mülhem çaryar işinde eyle turab. Kul dua ruhi Hazret Ömer'e oldu çün ol halife ashab. Ekmelul halge hakimun adil افضل خلق عالم عامل. این حدیثه. حالا اینجا داره توضیحات بیشتری رو احتمالاً داره میده. اینجا عثمان در مورد خلیفه سوم هستش. عثمان زکی Hazretinin سرگذشت شهادتinin نقلیدür رضیالله عنه. اینجا در مورد سرگذشت ایشون هست، حضرت عثمان که شهید شد. Ali veli Hazretinin vilayet ve saadetlerinin beyanıdır kerremallah veceh. حالا در مورد علی هم یه ذره بخونیم. علم مجنون gibi gel ey gafil nakşine ver alemin mayil mehabbet oldu mehnet oldu mehabbet dünya lezzetini hemişe zillet bil. Yürü kesbi ibadet eyliyi ben yürü kesbi ibadet eyliyi ben emri ma'ruf و نهی münker kıl. روحne çaryarun eyle dua. çaryar همین 4 خلیفه رو داره میگه çaryar. senin Ahmed ile ol amil. تا که مقبول olan dua gibi sen. olasan قرب حضرت واصل. Asadallah dur biri anun oldu hakkında mülati nazil. hel ata nazil. Yani سرو ارز زمره اصحاب یعنی سردار زمره اصحاب قطب اقطاب و مرشد کامل ماه دوران امیر عزت جا شاه مردان علی ولی الله خاتم انبیا gibi مثلا oldu فضلیل خاتم خلفا. حالا حضرت علی آخرین خلیفه است دیگه، خلیفه 4 دیگه. بعد از اون تبدیل میشه به نوعی از پسر و پدر پسری منتقل میشه.
ای قمر طلعت و اسد کوکب، شاه اعجام و مقتدای عرب. Oldun alacak külgili خاک gibi kül gibi külli gibi خاک gibi göglini oldun alacak göglini خاک gibi. Bu تراب olsa sana این کلمه قبلا هم یه جایی دیدیم همینجا تکمنی تنمنی نمیدونم چی میگه لقب این اسمشه مثلا حالا یک چیزی هست اینجا ببینیم میرسیم به داستان گزیده آل عثمان اولن صاحب قرآن زمان سلیمان خان اعلی الجمال و خب اینجا فکر کنم برمیگرده به دوره عثمانیه و در رابطه اونها صحبت میکنه اهل ایمان اولانلره هر آن فرض ولوب در دعای شاه جهان یعنی سلطان عدل و شاه کریم ظل حق پادشاه هفت اقلیم تاج و تخت عدالتون شامی برج üç سعادتون مامی وارث صدر چاریار کزین سرور امت رسول امین حافظ حامی بلاد و این امت چی هست ناظر و عناصر عباد الله نه بلاد الله حافظ حامی بلاد الله ناظر و ناصر عباد الله آل عثمان غازی دوران پادشاه زمان سلیمان خان عرض کردم این مربوط به حضرت سلیمان قانونی هستش که دیروز کتابشو دیوانشو یه ذره باهاش انس گرفتیم سینی مرغ سعادت شهیر لامی لطف عدالت زیور یا مستی لیل اولد آنه این نمیدونم چیه یا مستی یا چی الایل اولد آنه که او اوننجی خلیفه در اول خان این دیروز عرض کردیم که این نمیدونم گفتم یا نوشتنش که نوشتم ولی نمیدونم گفتم یا نه سلطان سلیمان قانونی دهمین خلیفه ترک هستش از سلسله عثمان دهمین خلیفه اسلام هستش اینجا به اون اشاره کرد 10. خلیفه در اول خان çok keramati vardır onu ol namın mimi görer gözüdür اسلامın اسلام میم داره آخرش اونو میگه çok keramati vardır onun namın نامش mimi görer gözüdür mimi görer gözüdür اسلامın اون چشمی بود که میتونست میم آخر اسلام رو ببینه یعنی آینده اسلام رو ببینه الفی تیر دست دولت‌دür یا الگا هم میشه الگا تیر دست دولت‌دür توتی گویا کمان نصرت‌دür احتمالا نونی الفی اسلام الفی تیر دست دولت‌دür الف اسلام اون اسلام حرفاشو الان داره میگه که چی هست الف اسلام تیر دست دولت هست یعنی ساختمون ها تیر دارن که به اون چیز شده بنا شدن تکیه میکنن این که تیر دست دولت الف اسلام هست نونی
گویا کمان نصرت در. حالا اینجا من موندم که یاسی اقلیل اولدی آنه سینی، احتمالا این سین هستش، نمیدونم، یا سینی. من اینجا حالا دارم میفهمم که داره اینجا نونی، اسلام نون نداره، برای همین اینجا موندم که چی میشه اینجا. نکنه به سلیمان اون نون سلیمان رو داره میگه. گویا که کمان نصرت در، اون نون گویا که این کمان پیروزی هستش. مهر رخشانی انجم شرفن، در یک دانسی توکوز صدفن. عالمی عدل و دادی قıldı تسیح، görmedi bir gerince zulm sarih. Görmedi bir gerince zulm sarih. اهل اسلام ذاتی در مسند، شاهب شاه در ابا انجد. اول که صاحب قرآن عالم در، مهر کرامات ile مکرم در. والی خلق و سایه حق در، فی الحقیقه ولی مطلق در. عدل و داد ile اول خلیل صفت، oldu her millete veli nimet. Bize ihsanı oldu Mevla'nın, ki zamanında yüz o sultanın. Çakeri kahraman و bendesi cem، گلونun گولی خسرو و رستم. ببین چی میگه؟ کون gibi نون gibi گاه olur çeker leşker. Feth eder garbi senin İskender. Sanki İskender. Feth eder garbi sanki İskender. Gah olur şerq öne sürer at. Gah olur şerq önüye sürer at. رای ile نت شاهی eler مات. گاهی به غرب حمله میکنه، گاهی به شرق. شرق منظورش این ایران صفویه فکر کنم باشه. جام عالم نما که به اول خاقان، اتدر خلق عالمی سیران. اترر خلق عالمی سیران. سرخ سر oldu ana oğlu şikar. Gurgudun durmayıp kaçmır mehribar. Gorgudan durmayıp kaçır mehribar. Kaçmır mehribar. Sındı şah revafız muhmel. Sındı şah revafız muhmel. بیغن بالینه کسن دی ازل. حالا بعضی جاهاشو دیگه نمیتونم بخونم. تا اینجا که متوجه شیم که فقط داره بزرگان رو چیز میکنه، تعظیم میکنه، عظمت بزرگان رو داره بیان میکنه. عشق ذلت‌آمیز و ذوق لذت انگیز لب اولوب عاشق سادگون وزد و حالته. ببینید اینجا چی میگه؟ کشف و کرامت برله عین گشاده جولان طبعین زیاده اکتیدر. söyle ای توتی گشاده مقال. فکر کنم دیگه میخواد یواشوش وارد، حالا اینجا احتمال میدم اگر این چیز رو میخوندیم، مربوط به سلطان سلیمان رو میخوندیم، احتمالاً ایشون دستور میده که یک کتابی در فلان زمینه بنویسید. حالا بذارید ببینیم چشممون به یک لغتی میخوره در این باب. بله اینجاست دیگه. صفت خزان بوستان سرسبز و رعنا و سبب تألیف داستان شاه و گدا. اینجا میاد توضیح میده که چرا این داستان رو نوشته.
بیردم اردی چو باغ فضل خزان، آشگه فی المثل و مثل دم هجران. بنزی زرد اولدی، بنزی زرد اولدی سبزنین جویا، عشق ile روی عاشق شیدا. Kaldı eşcar cümle üryan, sanki دیوانه غم جانان. سیرت ermiş idi serv azade، یاسمن olmuş idi افتاده. Lalenin tacın aldı bad fena، kaldı mecnun misali başı qaba. Qaba yadaşı qaba. Gül cemaline çeşmiş idi nugab، bülbülün hali olmuş idi xarab. Sebzenin qəddi lam olmuş idi، sürüb eşq ile solmuş idi. احتمالا saralub اینجا مثلا sarurub saralub مثلا ما الان میگیم sarurub eşq ile solmuş idi. زر و سیمی که باغ در جدی، سرموسیمی که باغ در جدی، عشق yoluna cümle xərc etdi. Hasili cümle səbzəyi dünya، eşq haqqı ilə bulmuş idi fəna. Belə ağlardı ağlasan ənhar، belə ərənlərdi ərənləsin کهسار. این ر رو بعدن اضافه کردن درست بشه. جمع olup bir yere neçe yaran، ederیکن bu alemi seyran. Eşke mahsus idi ol an kelimat، ol an kelimat. Mürde dil olana verirdi hayat. Biri tarif edip dedi Ferhad، گودی sünnünde eşk ile eyvad. Biri tarif ediyor dedi Ferhad، gurdi sükunda sonunda، gurdi sonunda eşk ile eyvad. Biri mecnun direrdi oldum. Biri mecnun derdi oldum. Tekiye eşk ile pir پیشین قدم. biri ederdi عشق ile وامق. اینا اسم افراد بسیار مشهوره که در عشق سرآمد ملل هستند. oldu alemde aşık sadık، eşidip sözlerin dedim teəccüb. Bana hoş gelmedi bu sözler. Acab ehtimal acub ya sözler hab ehtimalin hab باشه. Eşidip sözlerin dedim teəccüb. Bana hoş gelmedi bu sözler hab. Bir alay bi mezaq زنباره، bir alay bi mezaq زنباره، bir alaydır derdmend بیچاره. Ne bilir sırrı eşki penhani، ne bilir vecd و حال canani. Layık oldur ki hiç öylemeye nakl، qısse eşk naqısatil aql. Aşık oldur ki eşk ile mudam، eğilip o yuxuni gözüne haram. Seve bir serv boylu mehbubi، derdi eşkinin ola eyyubi. Vere mir'at cism canı cela، bir celasın cevan bende ola. Cevan bende ola. Eşk mehbub ile kim olsa xazin، olmaz ani خسرو و شیرین. غمزه خویه kim olur مفتون، oldu منفوری لیلی و مجنون. عاشق صادق ola نه مطلق، ola نه
عاشق صادق اولانه مطلق، مرحبا در وصال یار ancak ondan artığa bu kadar destur, galzet olmaz bu babide mazur. Bu sözü söyleyince anda mihman, sözüme قایل oldu hep yaran. hep pes اون بالا هم hep بوده. İçlerinden biri kıldı nida, dedi ey marifetle bi hemta, buri yürü var nezme ol havas, yürü varınca nezme ol havas, getir ortaya neçek gevher khas, bir kitab ile meşk ile peyda, ane al üzre tutalar طرفا یا ظرفا. دال کی eleme سگن زن hikayetini. Dalını eyleme سگن زن hikayetini. Söyle bir navcavan rivayetini. Öyle cümle hurufi pur savda, kendüzen ede eşkiyle پیدا. حالا دیگه یه بحثی شده، ایشون یه حرفی رو زده، دوستانش هم گذاشتن حالا تو بیا و این کتاب رو بنویس، کتاب بنویس که درش زن نقشی نداشته باشه. Gül gibi söyle bir taze divan, gel همین gül gibi söyle bir taze divan, ağlıya okudukça bulbul canan. Alifi incelikte ola khiyal, قامت عاشق ضعیف مثال. شکل جیم ola کتاب رعناده، بنزدی تیشه ایله فرهاده. دال ola درد عشق مرادlı یا مرادی، درد دلبردن olmaya hali. راleri benzeye melale tamam. Otura bu cünun eşki mudam. Ağlamaktan gam ile fitnegir sad, ağra sanki دیده فرهاد. عین مجنون بنسن عین مجنون benziye güya, başı bülbüller aşiyane ola. کوه درد ola anda her bir kafi eşk arasında ola şikaf. Vadi غمده نتکم مجنون دامن. خب حالا دیگه میبینیم که از اینجا به بعد شروع میکنه به داستان. ما به داستان نرسیدیم. من فکر کنم الان بیش از 1 ساعته که 1 ساعت 13 دقیقه است که این کتاب رو تلاش کردیم از اینجا و اونجا بخونیم، به خود داستان نرسیدیم. اینجا سواد قلعه قسطنطنیه حماها الله عن کل البلای بادیه، شهر معمور و سور پرسرور olduğunun beyanıdır ki ayan olunur. حالا در مورد اسلامبول میخواد در مورد اون شهر بنویسه. سابقاً bir mühendisi dana اردی söz قصرine bu resmi bana. حالا دیگه خیلی هم دیر شده، نمیخوام اضافه تا اونجایی که بتونم بریم. حالا یه
آخر کتاب هم یکی دو صفحه رو بخونیم و تمومش بکنیم. آخر صفحه خب اینجا کتاب تموم میشه. من از اینجا شروع بکنم ببینم میتونم بخونم یا حالا اینجا ببینیم میتونیم یه جایی شروع کنیم. بحر و بر شاهی اولده اول گویا، شعر آنون یجر یدر آنا، öldürer şerq و غرب سلطانی، که ترور حشر olunca دیوانی. گترور احتمالا باشه، گترور حشر olunca دیوانی. گده کیم اوله نور مهر جمیل، اولا هر ذرجه دعایه بخیل احتمال میدم، نمیدونم این چی میتونم بخونم. نظر پاکیل ادر نظری، görüp جگ بو مفید مختصری. یا الهی حق نور رسول به حق نور رسول. حالا اینجا میتونیم اینجا ب رو با چیز görür به حق بهن. یا الهی به حق نور رسول، عالم اسرائیل دعا می قبول. خاممی باب اشکه گل مفتاح، ناممی ایله راحت الارواح. Bu kitabım olunca روز قیام، öyle alınca asl eşke ehl eşke mudam. Bu ayandır ki göz görünce ana eyni تعصیب ile بگر. نمیدونم حالا این چی بخونیم. شعر اون شعر آدن اگر که برانی نمیتونم بخونم متاسفانه. این خط جزو الف اوله قلبine برتر çeke bir misra اگر آنه bir şemşir. Mer elif ola قلبine بر bir تیر çeker her misra آنه bir şemşir. اگر اکرم الاکرمین sen یارب، ارحم الراحمین sen یارب. bizi غرق eyle bahri rahmetine، layık olan budur çok figretine. fikrimi محرم eyle alemde، zikrimi همدم eyle sonumda. این عفو gele ol bize nazır. Sözümüz budur اول و آخر. تموم شد. اسم این شخصی که این رو نوشته درویش محمد هستش. اینجا هم یه شعرهایی رو که قبلا هم گفتیم یه چیزایی رو نوشته که من سوادم و تخصصم بر خواندن این در خواندن ترکی خیلی بدم. حالا اینجا که دیگه با این خطا دیگه اصلا میتونم بگم که وجود ندارم. در حقیقت من یه مرده بیش نیستم که نمیتونم این چیزهایی که هست رو بخونم. خب این هم از کتاب امروز همینقدر، با اینکه امروز هم از خیلی بیش از 16 ساعت سر پا بودم، ولی خب به هر حال بدون اینکه کتاب بخونم نخوابیدم. شکر خدا. Allah büyük Tanrı'ya, ulu Tanrı'ya şükür olsun ki bu fırsatı verdi. Özellikle dünenki o kitabı okumakla vaaqan içimde bir şey değişildi. Umarım ki xeyirli olsun hamımıza. Dostlar, çox təşəkkür edirəm. Əgər siz də eləyə bilsəz, kitab oxusaz, çox yaxşı olar. Oxuyun, qorxmayın.
Yavaş-yavaş öyrənməliyik, zəhmət çəkməliyik və öyrənməliyik. Gecəniz, gününüz hər vaxtınız xeyrə qalsın. Sağ